روز بخیر، سلام به همه هموطنان. عین حال من در مهمانخانه کران پالاس میباشم در ناحیه درواز. میبینیم حاضر اتاقی президентский را خیلی میگویم президентский номер. در اومدیم با президентский номер. خیلی که میبینید 6 سال پیش ما دیزайні این مهمانخانه را ما کرده بودیم. تعمیر مهمانخانه را ببینید 6 سال پیش دوستان. این جای خواب می باشد. خیلی که میبینید جای خواب و از این طرف حکومت نویه درواز. نکو میدرویم با توخی جای دست و رو شویی. چهلی که میبینید این وانه جکوزی می باشد و اینجا جای دست و رو شویی و اینجا جای آبازی. چهلی میبینید اما این چیزها رو ما در وقتش فکر کرده میرین مهمانخانه را و شویی. چهلی که میبینید این وانه جکوزی می باشد و اینجا جای دست رو شویی و اینجا جای آبازی. چهلی میبینید اما این چیزها رو ما در وقتش فکر کرده میرین مهمانخانه را و ببینید 6 سال پیش دوستان ما تعمیر این دیزاینی مهمانخانه را شرکتی گسپد اینتریر کرده بود. ما این را در 6 ماه این مهمانخانه را ساخته و اینتریر دیزاین و اکستریر این مهمانخانه را در 6 ماه بود کردیم و انجام رساندیم. اینجا خیلی که میبینید برآمدگاه میباشد با سوی بالا با سوی میرویم با سوی بالا. ما بینید از این طرف باغ میباشد، باغ نویه درواز. میرویم با چه میگن تراسه. از اینجا تماشا میکنیم تراسه را دوستان. این تراسه مهمانخانه میباشد.